پس از یک ماه در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. اما با فرق از سالهای پیش امسال این معرکه سیاسی در شرایطی برگزار می‌گردد که تمام جهان را بیماری کرونا ویروس فرا گرفته است. در اکثر کشورها از جمله در تاجیکستان نیز برگزاری همه گونه چاره‌بینی‌های سرعدم منع شده است. مقامات تاجیک میگویند برگزاری معرکه انتخاباتی در این دوره در کشورهای دیگر تجربه شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت که این چاره‌بینی سیاسی در چهارچوب رعایت قاعده‌های بهداشتی برگزار می‌گردد. اما در این نهاد در پاسخی رسمی به رادیوی آزادی چگونه راه‌اندازی شدن چاره‌های بهداشتی را شرح ندادند. ساکنان گفتند در برابر قاعده‌های بهداشتی حضور پزشکان نیز در نقطه‌های رایدهی مهم است. باید از شوخی تمپراتور شهروندان را سنجیده و داخل مجلسگاه انتخابات در اگر تشکیل میکردن مثال موادهای آنتیسپتیکی و دیگر موادهایی که با پنج شدن این ویروس مقاومت میکنه بسیار خوب میشه. انتخابات همونیمو اینم حاضر مقصود کار ببینیم که در بالای یکدیگر سوار میشوند به همین نقاب. اون انتخابات با دورتر میرم. هر کس با پیشگیری که نتیجه خود به حد خوبه. فقط نه که همه صدقان باشه. این خیلی برای خود نشان دادن نه. دور است. ماسک پوشن. هم خیلی زیادی آدما بیرون بیست. تاجیکستان 30 اپریل از وجود کرونا ویروس در کشور خبر داد و تا امروز حدود 9000 نفر به این بیماری گرفتار شده 70 قربانی داشته است. بعضی دیگر از انتخاب کنندگان نقطه‌های رایدهی را در اتاق‌های خود موافق نمی‌دانند. اما سازمان جهانی بهداشت به مقامات تاجیکستان مشورت داده است در دوره پاندمی برای جلوگیری از پهنشوی این بیماری از احتیاط کار بگیرند.